فکر میکنی شیر و پلنگ فقط خطرناکن؟ نه. قاتلای واقعی همین موجودای کوچیکن. سوسک ها از چشم و گوش و دهن میخزن تو. 22 ساعت بعد جنازتو پر میکنن از حشره. رتیل ها با 1000 نیش سمی حمله میکنن. دست و پا فلج میشن. قلب کند میزنه. 18 ساعت بعد فقط جنازه سیاه باقی میمونه. 1000 پا از پاها شروع میکنه به جویدن. سم توی خون میچرخه. 15 ساعت بعد کلیه و ریه ها خاموش میشن. مورچه های آتیشی مثل ارتش میریزن رو بدن. پوست میدارن. خون میمکن. 12 ساعت بعد فقط استخون باقی میمونه. پشه ها خونتو میمکن. فشار میافته. 9 ساعت بعد قلب از کار میافته. مگس ها روی زخم و چشم میشینن. تخم میذارن. 6 ساعت بعد بدن پر از لار رو میشه. زنبورها 1000 نیش همزمان میزنن. گردن و صورت میسوزه. بدن شوک میکنه. 3 ساعت بعد مرگ حتمیه. عقرب‌ها سمشونو تو خون میریزن. 1 ساعت و 20 دقیقه بعد قلب و ریه خاموش میشن. اما مرگبارترینش مالاریاست. 1000 پشه آلوده نیش میزنن. فقط 41 دقیقه بعد جنازت رو روی زمین جا میذارن. پس قاتل واقعی همیشه شیر و پلنگ نیست. گاهی 1000 موجود ریز بدتر از هر هیولای غول پیکرن.